وقتی که هوا خنک بشه همین خیلی صندلی تیار میکنیم. وقتی برق نبودگی همین خیلی گرم شده زندگی میکنیم. عائله قربانوفا امسال نیز یگانه راه گرمشوی را در صندلی بابایی میبینند. در این خانواده 3 عائله زندگی میکنند و تا آمدن برق خود و فرزندان را با این راه از سردی امین میدارند. اساساً با انگشت گرم میکنیم. گرمش یک سوتکه میایستد، بعد عوض میکنیم جوشه. انگشتی نمیانزیم، بالش به کمتر خاک همین کمری انگشتی در گرفتگی بالش میمونیم، در میگیرد. فقط یک تا فالتاشکه یا در کشاده میمونیم کمتر برای گازش زیان نکردنش. دیگر خانواده ها در دهه حیات نوی ناحیه باباجان غفوروف به غیر از صندلی بخاری بابایی نیز نصب کردند و با این اصول هم خانهشان را گرم میکنند و هم خوراک آماده میسازند. زمستون با من میهیزیم کمور همین خیلی زمستون میگذرونیم. پیری که های مادری ما 92 ساله بعد 5 سال بودم مجبور شدیم خانه خنک. من خانه میبیام من 5 روز من با ایستش با پیچکی و همین خیلی زندگی بدوسیم. همین قصالش سوید نیست. بعضی از ساکنان میگن هرچند از سردی عذاب میکشند ولی به سبب بد شدن وضع سلامتی نمیتوانند بخاری بابایی یا صندلی نصب کنند. خانه ها خنک سوید نیست. همین کمر به نمیتونیم. الرژی ما های سلفه میکنیم. میخوای داولینیم میبرد. شرکت برق تاجیک اولی تیر ماه اعلان کرد که زمستان امسال بسیار سرد و طولانی خواهد بود و بنابراین از 22 سپتامبر به مردم با محدودیت نیروی برق میدهد. پیشتر موسم لیمیت ماه اکتبر آغاز شده در ماه اپریل به پایان می رسید. این وضع ساکنان را خیلی نگران کرده است. سحر 8 میکشن بگون 4 9 5 هر خیلی میتیان. شب اصلا 10 میکشن تا سحر 4 5 خیلی که میره تا میخونم یک اوش گامشه شده نه میشه باوی میشه تکون. البته بی برقی مشکل تر است. حالا نیوره خوب بازی میکنه اگر برق باشه تلویزیون تماشا میکنید یک آب اوقات کردن آسان تر میشه. از بس که برق نیست همش کمتر مشکلی میشه. اگر زمستان نوی ما گرچنده که خنکی سخت نباشتم اگر باشد نقص بود. مسئولان شرکت برق تاجیک در مراجعتنامه‌ای که از محدودیت برق خبر داده بودند مشکل را به کمبود آب و افزایش اهالی ربط داده از ساکنان خواستند به زمستان آمادگی همه جانبه بینند و در تیر ماه و زمستان نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند. به فرق از نواحی در اکثر شهرها محدودیت برق جاری نیست. بسیاری از باشندگان نواحی در صحبت با ما گفتند که این حالت آنها را وادار ساخته است در بی‌برقی ها به شهر آیند و موقتا اینجا زندگی کنند. اما نه همه ساکنان امکان مالی در شهر خانه گرفتن و زندگی کردن را دارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.